در واقع موضوع دکتر مخبر رو اینا اشاره کردیم و ارتباطی که داشتید، یاد موضوع جنجالی نرخ خوراک گاز پتروشیمیا افتادم. خب با کارهایی که انجام شده بود توی بازار سرمایه و یه مومنتومی و تقریبا از زمستون 1401 ما داشتیم که تسری پیدا کرد تا اردیبهشت 402 که شاخص بورس یادم قبل از اون واقعی تلخ 17 اردیبهشت 1402 شاخص 2,440,000 واحد بود که استظهار دارید که همین 2-3 هفته پیش قبل از این رونق اخیر بازار شاخص ما همین 2,400,000 واحد بود. و عدد در واقع چیزی بود با اون نرخ دلار با اون در واقع شرایط. خب یهو می‌بینی که بازار داره میره بالا، یه خبری تو رسانه‌ها میاد، یه ابلاغیه میاد که حالا مربوط به قبل آقای دکتر مخبر گفته که موافقت کرده با افزایش نرخ خوراک. شما یک روز بعد از اون فکر می‌کنم در واقع 18 اردیبهشت 402 مصاحبه کردید، ازتون سوال کردن که هنوز نامه افشا نشده بود، ازتون سوال کردن که خب چرا بازار اینقدر عرضه شده؟ 17 اردیبهشت پیک بازار بود دیگه، چرا 17 اردیبهشت دیروز اینقدر مثلا سهم عرضه شد؟ شما فهمیدید که مثلا فکر می‌کنم که عده‌ای دنبال شناسایی سود بودن توی بازار سرمایه. خب فرض در واقع اصلی توی این موضوع اینه که سازمان بورس اطلاع نداشته، شما اطلاع نداشته، وگرنه خب نمی‌اومدید جلوی دوربین مثلا بیاید صحبت کنید بگید که دارن شناسایی سود میکنن، که خیلی هم بعداً انتقاد کردن که مثلا چرا آقای دکتر عشقی این حرفو زد. پس طبیعتاً اینو میدونیم که شما از قبل اطلاع نداشتید، یا حداقل اگه اطلاعی هم داشتید اطلاعی مثلا خیلی جدی نبوده که مثلا این موضوع نهایی شده در حدی که در واقع ابلاغ شده. اولا اینو جواب بدید که قبل از این موضوع چه سیگنال هایی گرفتید؟ آیا سیگنال هایی به شما داده شده بود که مثلا میخوان همچی کاری بکنن و این کار مثلا داره نهایی بشه که مثلا بیاد یه هشداری به بازار سرمایه بدید، یه نمادار رو ببندید، یه کاری بکنید؟ یکی قبل از واقعه رو در واقع توضیح بدید، یکم بعد از واقعه که دیگه خب هیچ کاری از دست شما ساخته نبود، اطلاعیه اومد تو رسانه، شما شفاف سازی خواستید، سری نمادار بسته شدن، سری در واقع ادامه دادن و در نهایت بهونه‌ای شد برای ریزش سنگین بازار سرمایه و یه عده زیادی هم که از این موضوع اطلاع داشتن قبل از اینکه اساسا رسانه‌ای بشه اون موضوع که رسانه‌ای شده در واقع از طریق فضای سوشال مدیا بود، سهم فروختن، کدای حقیقی حقوقی درگیر بودن. من یادمه که در واقع میگفتید که پرونده‌هایی ایجاد شده و سرانجام این پرونده ها هم در واقع ما نفهمیدیم که کیا بودن، چه اتفاقی افتاد، محکومیتایی آیا صادر شد، پرونده ها به قوه قضاییه رفت نرفت. یه لطفی بکنید هم قبل از در واقع حادثه در واقع 17 اردیبهشت توضیح بدید، هم بعدش. ببینید 17 اردیبهشت اون بحث خوراک که نرخ خوراک پتروشیمی ها تقریبا از بهمن ماه زمزمه هاش توسط حالا سازمان برنامه اینا اومده بود که مثلا احتمال داره نرخ بشه اون عدد 7,000 تومان و از چه؟ از تقریبا بهمن ماه اینا این زمزمه هاش بود، یعنی 3 ماه قبل، مثلا 3 ماه قبل. و این که تو اون جلسه 17 اردیبهشت هم این موضوع مطرح شده بود، اصلا تو اون جلسه جنبندی نشده بود موضوع، وگرنه همون موقع ابلاغ میشد دیگه. مثلا معمولا اگر موضوعی تو جلسه هیئت دولت جنبندی نمیشد، مثلا میگفتن این ابعادشو، این موضوع چند تا موضوع بررسی کنید بعد مصوبهشو بدید. حالا این در واقع اون تو اون جلسه مطرح میشه، ما هم خبر نداشتیم مثلا تو اون جلسه مطرح میشه، از ما هم هیچ نظری نخواستن تو اون جلسه هیئت دولت. در واقع یک پیشنهاد یا سازمان برنامه برده بود، حالا نمیدونم وزارت اقتصاد هم بوده یا نه، معمولا اینا رو وزارت اقتصاد هم هست توی پیشنهاد دهندگان مصوبه. در صورت ما اطلاعی نداشتیم. 17 اردیبهشت این موضوع تو جلسه دولت مطرح میشه، جنبندی نمیشه، این مقدار چالش میشه، وزارت اقتصاد مخالف بوده، مثلا سازمان برنامه میگفته عددهای بیشتری باشه. دقیقاً 17 اردیبهشت 400. بله تو اون جلسه 17 اردیبهشت بعد میره قرار میشه که یه در واقع کمیته تشکیل بدن، با از پتروشیمیا نظر بگیرن، از انجمن صنفی، از در واقع سازمان برنامه بیان، وزارت نفت بیاد، وزارت اقتصاد بیاد، با هم دیگه اونجا بشینن و در واقع به یه جنبندی برسن.
که خب این ظاهرا بعدش هم اصلا ما باز نبودیم توی اون فرآیند تصمیم گیری تا زمانی که میخوره فکر میکنم تا 31 خرداد که مصوبه نوشته میشه، نتیجه اون کارگروه و اون بررسی ها 31 خرداد نوشته میشه، متاسفانه به صورت محرمانه هم نوشته میشه مصوبه و 3-4 تیر ماه بود فکر میکنم که اون میاد بیرون و تو بازار این همزمانی اون جلسه هیئت دولت و ریزش بازار در واقع این تلقی ایجاد کرد که یه عده میدونستن، در حالی که اصلا اونجا تو 17 اردیبهشت اصلا تصمیمی گرفته نشده بود که ولی بازم یه عده اطلاع داشتن که مثلا یه خطری تهدید میکنه بازار رو از میکنن. نه اصلا چون این از بهمن ماه بود، یعنی مثلا شما اخبار اون موقع هم اگر بررسی کنید مثلا این ریسک که ممکنه نرخ خوراک افزایش پیدا بکنه بود، سازمان برنامه گفته بود، مجلس در واقع توی اون ایام بررسی بودجه مطرح شده بود، حتی عددهای بالاتری مطرح شده بود. لذا این همزمانی باعث شد که این اتفاق بیفته و بگن که اون مصوبه خوراک، در حالی که اون مصوبه خوراک بله یک در واقع من بعداً هم برای حالا جلساتی رفته بودیم ستاد اقتصادی، اونجا به دوستان عرض کردم که نحوه مثلا ابلاغ این دستورالعمل اشتباه بوده، بالاخره تصمیمی که در 17 اردیبهشت یا همون موقع باید ابلاغ میشد چون اثرات بر بازار داره، باید بلافاصله ابلاغ میشد، یا اینکه تو جلسات مثلا خرداد یا تیر دولت این مطرح میشد مجدد و اونجا بررسی میشد و در واقع مصوبه میشد و ابلاغ میشد. در واقع 17 اردیبهشت اصلا تصمیمی گرفته نشده بود که بخواد اثر بذاره رو بازار. حالا داستان چی بوده؟ ببینید من یه نکته عرض کردم قبل از در واقع اوایل صحبتم. ببینید دولت از رشد سریع بازار میترسید، از کاهش بازار هم میترسید و انتظار داشت که بازار خیلی آروم بره بالا. اون دوره واقعیتش دولت ترسیده بود از اینکه بازار خیلی رشد بکنه. مثلا یه دفعه شاخص اول سال بود مثلا 960 70 فکر کنم، مثلا توی اردیبهشت 400,000 واحد. حتی خب ما معتقد بودیم که بازار خیلی عقب موندگی داره و اصلا قابل مقایسه با شرایط سال 99 نبود، چون مثلا نسبت PBI بازار نهایتاً شده بود مثلا 7.5 PBI فوروارد بازار خیلی کم بود، ولی خب سال 99 اون عدد مثلا PBI بازار روی 39-40 بود. ولی دولت احساس میکرد که مثلا یه سال 99 میخواد مطرح بشه و این رو هم من بعدها در واقع از روایت‌های دوستان از جلساتی که داشتن به من رسید که دولت به شدت نگران بود و جاهای مختلفی که میشست همون 14 15 16 اردیبهشت مطرح میکردن که بازار گرونه. ما دولت اصلا تو از دولت یعنی کیا عرض میکنم دیگه. ببینید بعضی از وزرا، بعضی از معاونین رئیس جمهور این تلقی رو داشتن و هی مطرح میکردن، یعنی مثلا وزیر اقتصاد و حالا مشخصا وزیر اقتصاد نه، ولی رئیس بانک مرکزی احتمالاً خود معاون اول، برخی از مشاورین رئیس جمهور، مشاورین معاون اول که بازار خیلی گرونه و نباید رشد بکنه. مثلا من یه نامه‌ای اون دوره یعنی بعدها دیدم که نامه زده بودن به رئیس جمهور که با توجه به شرایط اقتصادی اینا شاخص باید مثلا 1.600 باشه، الان مثلا 2 مثلا 200. نامه رو کی زده بود؟ حالا بماند. نامه‌ای زده بود به عنوان اینکه من به عنوان یک کارشناس داده بودم به رئیس جمهور که یک کارشناس نوشته بود یا یه نهاد دولتی نوشته بود؟ نه نهاد نه، یکی از مشاورین رئیس جمهور در واقع نوشته بود و این ذهنیت ایجاد کرده بود که سال 99 داره تکرار میشه، خیلی داره میره بالا. جنبندی خودم این بود که این تلقی ها کم کم توی از همون در واقع 10 اردیبهشت به بعد توی دولت مطرح شده و زمزمه شده بود و این پخش شده بود تو جلسات مشاورین، تو جلسات مختلف و یه دفعه 16 و 17 اردیبهشت این حجم عرضه ها شروع